امامعلی رحمان به پاکستان می رود. گوبرناتوری ولایت اومسک روسیه نخستین بار به تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. صبح امروز زمین جنبی 2 مراتبه تاجیکستان را لرزاند. در ازبکستان چند رئیس کارخانه انرژی به حبس گرفته شده، علیه آنها پرونده جنایی باز شده است. امامعلی رحمان به پاکستان می رود. رئیس جمهوری تاجیکستان و سروزیر پاکستان تحکیم مناسبت های اقتصادی، اجتماعی، انرژتیکی و دیگر مسئله های همکاری دو کشور را بررسی خواهند کرد. سفر رئیس جمهور کشور به اسلام آباد روز چهارشنبه آغاز شده 2 روز ادامه خواهد کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، در این سفر 2 روزه رسمی به پاکستان اساساً تحکیم مناسبت‌های دو جانبه در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، انرژتیکی و دیگر سمت‌های همکاری دو کشور بررسی می‌شوند. آخرین سفر امامعلی رحمان به اسلام آباد تابستان سال 2021 دایر شده بود. این سفر امامعلی رحمان با دعوت نخست وزیر پاکستان شهباز شریف صورت خواهد گرفت. الکساندر بورکوف، گوبرناتور ولایت اومسک، نخستین بار به تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت اومسک نوشت که در چهارچوب سفر 3 روزه ملاقات‌ها با اعضای حکومت تاجیکستان و همچنین دیدن از کارخانه‌های بزرگ کشور در نظر است. بورکوف را در این سفر یک چند منصبداران بلندپایه ولایت اومسک همراهی می‌کنند. گفته می شود هدف سفر رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی، علمی و تکنیکی و گومانیتری می باشد. یادآور می شویم که تاجیکستان سالهای طولانی شریک مهم تجارتی ولایت اومسک بود. سالهای آخر حجم معاملات مالی متقابل بیش از 4 میلیون دلار را تشکیل داده است. صبح بر وقت امروز 2 مراتبه زمین جنبی تاجیکستان را لرزاند. در دوشنبه جنبش زمین ساعت 6:52 آغاز شده تقریباً 1 دقیقه ادامه یافت. طبق اطلاع مرکزی مانیتورینگ سیسمیکی وزارت حالتهای اضطراری ازبکستان، این زلزله مرکزش افغانستان بوده با قوه 4 درجه و در عمق 15 کیلومتر رخ داده است. در همین حال به گفته زلزله شناسان پس از 1 ساعت باز هم یک زمین لرزه رخ داد که آن علیه ساعت 7:05 به وقت دوشنبه بود. در همین حال قوه زمین لرزه تقریباً 1 خیله یعنی 3.9 بال را تشکیل میداد، اما در عین زمان مرکز زمین لرزه در عمق 209 کیلومتر واقع بوده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان تا حال پیامدهای احتمالی را مشخص نکرده است. یادآور می‌شویم که تاجیکستان در قطار کشورهای همسایه افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان بر روی خط منطقه‌های از جهت سیسمیکی فعال شامل شده است. در ازبکستان چند رئیس کارخانه انرژی به حبس گرفته شده، علیه آنها پرونده جنایی باز شده است. از جمله دیرکتور فیلیالی حدود گاز تأمینات در ولایت تاشکند مظفر علیف، رئیس کارخانه ینگیول تومانگاز امید تویچیف و رئیس سابق کارخانه شبکه‌های برقی ناحیه گلستان فرقت شادمانقلوف بازداشت شدند. دادستانی کل از بازداشت آنها در جلسه ایستاد جمهوریوی که برای حل مسئله های تامین اهالی و بخش های اقتصاد با ذخیره های انرژی تأسیس یافته است خبر داد. ضمن این جلسه رئیس دستگاه پرزیدنت ازبکستان سردار امرزاقوف گفت اگر مسئولین دیگر منطقه ها از این خلاصه درست نبرارند و قانون شکنی کنند، حتما نسبت آنها نیز همین پرونده جنایی باز می شود. رهبر دستگاه پرزیدنت وعده داد که مسئولان بحران انرژی از این مشکلات خلاص نمی شوند. بعضی از آنها حالا در همین جلسه نشستند. گفتنی است این شب روزها ازبکستان به بحران انرژی گرفتار شده است. به اطلاع منبع در 462 نقطه اهالی نشین ازبکستان قریب 62,000 خانواده از سبب پس شدن فشار در قبرهای گاز از گاز طبیعی محروم شده‌اند. مقامات ازبکستان صادرات گاز را کاملا قطع کرده با کشورهای دیگر در مورد خرید علاوگی منابع انرژی مذاکره ها را آغاز کردند. با گفته شیرزاد خواجایف، معاون وزیر انرژی، حکومت به منظور صرفه نیروی برق و گاز طبیعی امکان دادن تعطیل بر وقت و مکتب و دانشگاه ها را بررسی می کند.